سلام عزیزان، همونطور که میدونید ما از فردا اپریل 24 اپریل ما نمایشگاهی در غرفه هنرمندان ریچموند هیل برگزار خواهیم کرد که من هم به نوبه خودم هدایایی رو برای شما عزیزان تهیه کردم که از جمله سبدهای شمع زیبا هستش. به همین دلیل تصمیم گرفتم که تعدادی از اونها رو برای شما عزیزان روشن کنم، با اینکه دلم نمیاد این همه زیبایی و زحمت رو روشن کنم، ولی این کار رو برای شما عزیزان میکنم. در ضمن این نمایشگاه در 1300 الگین میلز ریچموند هیل برگزار میشه که به امید دیدار شما عزیزان هستم. به همین زیبایی من که خودم واقعا لذت میبرم از این همه زیبایی. امیدوارم که این شمع‌های زیبا قسمتی از خونه زیبای شما رو پر کنه. به امید دیدار.